بعضی‌ها موبایلشون هنوز محرمی نشده، موبایلتون هم محرمی کنید. اون عکس پروفایلتون رو یا حسین بگذارید، تسلیت بگید به رفیقاتون، سفارش کنید به لباس مشک پوشیدن، آدرس روزه ها رو بدید، بگید فلانجا فلانی منبر میره، فلانجا فلان مدام منبر میره. شاید خودت نتونی بیای، آدرس بده، چه اشکالی داره؟ همه مجالس امام حسین باید شلوغ باشه، همه مجالس امام حسین باید با عظمت باشه. مجلس وقتی خلوت بشه برای شیعه خوب نیست، شلوغ بشه برای همه خوشحال کننده است. و شاید شما ندونی، رفیقت ندونه، این آقا تو موبایلت اعلان بکن، خبر بده، موبایلت هم محرمی باشه، موبایلت هم امام حسینی باشه، اتاقت هم امام حسینی باشه، دفتر کارت هم امام حسینی باشه. من راننده تاکسی سراغ دارم، نه یکی دوتا، چند راننده تاکسی سراغ دارم که یه پرچم کوچولو امام حسین به اون آنتن ماشین وصل کرده، پیرن مشکی پوشیده. هر کی راستی خوده، هر کاری میتونید بکنید در شادی اهل بیت شاد باشید، در غم و مصیبت اهل بیت هم مصیبت زده باشید. حضرت رضا فرمود پسرشم اگه این کارو کردیم ما بهشتم ولد نمی‌کنیم، بغل خودمون هست.